و اذا رأیت الناس یشتغلون به کثرة العمل، زمانی که مردم مشغول کثرت عملن، هی دعا نوبه، دعا کامل میخونه، دعا سماعت میخونه، نماز شب میخونه، زیاد آیت میخونه، میپره اونور میپره اونور، هی همش به کارهای آخرتی مشغوله. فاشتغل انت به صفوة العمل، تو یه کاری کن عملت خالص باشه. بعضی مثلا هی پرخوری میکنن، آشیشته چی فلان، دمپختک کوفته، اینا رو همه رو هی میخوره، یکم نه یه سی کباب چنجه میزه به قشنگ، این قربش بیشتر از اون یک کاسه آشیشته و اون دمپختک و ایناست. اونی که بخوری که درس نمیتونی بخون. زمانی که مردم مشغول به کثرت عملن، تو به چی مشغول باش؟ به صفوة العمل، یعنی عمل به قول ترکا یاخچی عمل کن، یعنی عملای خالص بدون ریا. نه اینکه بوق بردارن بزنن که آقای مدرسه با آموزش پرورش داد. زمانی که مردم هی میخوان تظاهر کنن که عملشون رو به مردم نشون بدن، تو این کار نکن، تو صفوة العمل، یعنی یه عمل خالص انجام بده، اون عمل خالص به درد میخوره.